سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام نفرات برتر رنکینگ پورنهاب تو سال 2023 رو بهتون معرفی کنم. از شماره 10 شروع میکنیم و میریم به سمت شماره 1. پس اصلا این ویدیو خفن رو از دست ندید. بدون هیچ معطلی میریم سراغ ویدیو. Let's go. شماره 10 لنا پاول. این بانوی جذاب 30 سالشه و متولد فلوریدای آمریکاست. اون از سال 2016 فعالیتش شروع کرده و تا الان چیزی حدود 446 تا فیلم بازی کرده. این بانو از خوش استایلای این سند به حساب میاد و طرفدارای زیادی داره و فیلماش تا الان چیزی حدود 775 میلیون بار دیده شده. شماره 9 والریکا استیل. این دختر جذاب 24 سالشه و اهل آمریکاست. اون از تازه کارهای این سند به حساب میاد و از سال 2020 فعالیت شروع کرده، ولی با این حال به خاطر موهای بنفشش و تتوهای خاصی که داره خیلی طرفدار پیدا کرده و تونسته به رنک 9 پورنهاب دست پیدا کنه و ویدیوهاش تا الان چیزی حدود 116 میلیون بار دیده شده. شماره 8 ویولت میرز. 27 سالش و اهل لس آنجلس آمریکاست و از سال 2018 فعالیتش رو شروع کرده و تا الان حدود 200 تا ویدیو بازی کرده. کافی اونو داخل بیکینی ببینین تا متوجه اندام جذاب و حرفه‌ایش بشین. اون تونسته تو پورنهاب 540 میلیون بازدید به دست بیاره. شماره 7 میا مالکووا. این میلف جذاب 31 سالش و اهل کالیفرنیای آمریکاست. اون از کهنه‌کارای این سند به حساب میاد و از سال 2012 فعالیتش رو شروع کرده. تا الان چیزی حدود 591 فیلم بازی کرده. چشمای رنگی و بدن جذاب اون خیلی به مشهور شدنش کمک کرده. ویدیو اون داخل پورنهاب تا الان 858 میلیون بار دیده شده. شماره 6 ریل رید. به نظر تو این دختر جذاب چند سالشه که اصلا به قیافه بیبی فیسش نمیاد. این بانوی جذاب 32 سالشه و اهل فلوریدای آمریکاست. اون از قدیمی‌های این صنعته. از سال 2010 فعالیتش رو شروع کرده و تا الان چیزی حدود 1086 تا فیلم بازی کرده. بابا چه خبره؟ من 1086 بار شنبولمو ندیدم. داخل پورنهاب تونسته 1 میلیارد و 800 میلیون بازدید داشته باشه. رسیدیم به 5 تای اول. شماره 5 کسی نیست جز میا خلیفه. این دختر 31 سالشه و اهل لبنانه که داستان‌های خیلی عجیب غریبی هم داشته. اون از سال 2014 فعالیتش رو شروع کرده و خیلی سریع هم چند سال بعد فعالیتش رو تموم کرده و فقط هم ازش 37 تا فیلم موجوده. با این حال ویدیوهاش با همین 37 تا فیلم 1 میلیارد و 600 میلیون بازدید داشته. شماره 4 آنجلا وایت. ملکه میلف‌های پورنهاب. این بانو 38 سالشه و اهل استرالیاست. چه عجب این یکی اهل آمریکا نبود. اون از قدیمی‌های این پروژه است. یعنی زمانی که اون فعالیتش شروع کرده من فقط 2 سالم بوده. عجیبه، واقعا عجیبه. اون از سال 2003 فعالیتش شروع میکنه و تا الان 697 تا فیلم بازی کرده و تونسته چیزی حدود 1 میلیارد و 200 میلیون بازدید داشته باشه. شماره 3 اوا الف. 23 سالشه و اهل روسیه است و فعالیتشو از 2019 شروع کرده و فقط هم ویدیوهای شخصی آپلود میکنه. با این حال خیلی طرفدار پیدا کرده و تونسته 1 میلیارد بازدید داخل پورنهاب داشته باشه. قیافه جذاب و الف مانندشه که اونو خیلی مشهور کرده. شماره 2 بانوی دلها لانا روز که همتون دیگه میشناسینش. 27 سالشه و اهل آمریکاست. برای مدت خیلی طولانی رنک 1 پورنهابو در اختیار داشت، ولی چند وقتیه که از این صنعت اومده بیرون و رسیده به رنک 2. اون از سال 2016 فعالیتش شروع کرده و تا الان 302 تا فیلم بازی کرده که 1 میلیارد و 700 میلیون بازدید داشته. دیگه جذابیتشو من نگم دیگه، فقط تماشا کنید. و میرسیم به شماره 1 یعنی ملکه پورنهاب. کسی نیست جز آبلا دنجر. این دختر پرتلاش 27 سالشه و اهل میامی آمریکاست. از سال 2014 فعالیتش شروع کرده و تا الان چیزی حدود 1107 تا فیلم بازی کرده. یعنی بابا دست خوش، چه پشتکاری داشتی تو. اون تونسته 1 میلیارد و 600 میلیون بازدیدم داشته باشه و با بدن جذاب و تلاشی که داشته الان رنک 1 پورنهاب رو به خودش اختصاص داده. این بود از نفرات برتر رنکینگ پورنهاب تو سال 2023. اگه از ویدیو لذت بردین حتما لایک کنین و کانال منو سابسکرایب کنید. عشق دلید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.